دومین موشک هم توسط سامانه های موشکی سپاه پاسداران شلیک شد و به ناو هواپیمابر دشمن فرضی اصابت کرد و با فریاد الله اکبر در جایگاه مواجه شد. شما بیننده تصاویر زنده از انهدام ناو هواپیمابر دشمن فرضی در آبهای نیلگون خلیج فارس هستید. تصاویری غرورانگیز و مایه مباهات هر ایرانی که به همت دریادلان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نومین رزمایش پیامبر اعظم در حال اجراست. شناورهای نیروی دریایی سپاه را هم مشاهده می‌کنید که در ادامه این رزمایش به سمت ناو هواپیمابر در حال حرکت هستند.